بهت بگم هر وقت که دلت بخواد بدون چشم مسلح و بدون هیچ تجهیزاتی میتونی چند صد سال قبل و حتی قرنها پیش رو نگاه بکنی، باورت میشه این کاریه که تقریبا داری هر روز انجام میدی ولی خودت ازش بیخبری. مثل همین اتفاقی که چند روز پیش افتاده بود، بارش شهابی برساوشی که مطمئنم کلی چیز راجبش شنیدی، ولی اون چیزی که خیلی این داستان رو جذاب میکنه اینه که اصلا این شهابایی که ما داریم میبینیم از کجا میان و داره چه اتفاقی براشون میفته. سلام، فائزه هستم، خیلی به چنل کیهان نما خوش اومدین. امروز قرار بهتون بگم کامل داستان این شهابای برساوشی که هر سال توی هولوهاش مرداد ماه داریم میبینیمشون، ازشون لذت میبریم چیه. مطمئنم تو هم مثل من عاشق این داستان میشی، پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره و بریم سراغ این داستان جذاب. منبع اصلی این شهابایی که ما داریم میبینیم یه دنباله‌دار به اسم دنباله‌دار سویفتاتله که اولین بار تو سال 1862 دو تا ستاره‌شناس با هم کشفش کردن و بعد از چند سال تو سال 1865 یه ستاره‌شناس ایتالیایی متوجه شد که این دنباله‌دار ارتباطی با شهاب‌های برساوشی داره. این دنباله‌دار خیلی دنباله‌دار بزرگیه، فقط 26 کیلومتر قطر این دنباله‌داره و تقریبا هر 133 سال یک بار میاد و به منظومه یه سری میزنه، از کنار خورشید رد میشه و میره. و احتمالی که میدن اینه که حالا توی سالهای آینده ما اینو دوباره توی سال 2125 یا 2126 ببینیم. پس این چیزایی که ما داریم میبینیم تو آسمون چیه؟ اینا در واقع یه ستاره دنباله‌دار یا ترکیدن و منفجر شدن یه ستاره نیستن. زمانی که این دنباله‌دار اومد و به خورشید نزدیک شد، به خاطر گرمای زیاد خورشید یه سری غبار، گاز و یه سری سنگای دوروش از کنارش جدا شد و تو ادامه مسیری که داشت میداد این دنباله‌دار از پشت سرش یه رد به جا گذاشت. هر بار که دور خورشید داریم میچرخیم یه بار سالی به این دنباله داریم سر میزنیم، به این گرد و غبارایی که تو هواه، و این باعث میشه که این گرد و غبار با جو زمین برخورد بکنه، اونم با سرعتی به سرعت 60 کیلومتر بر ثانیه که باعث میشه این سنگا، این گرد و غبارها و چیزهای مختلف بسوزه و ما یه نور خیلی زیبا و خوشگلی از این ببینیم. در واقع اون اتفاقی که شما توی یه شب بهش نگاه میکنی و به چشم چند تا خط کوچیک کوچیک داری میبینیش، صدها سال پیش توی کهکشون معلق بوده، این ور اون ور بوده که توی اون لحظه بخواد بیاد برسه به جو زمین، بسوزه و تو اون رو بخوای تماشا بکنی و ازش لذت ببری و کلی داستان و اتفاق پشتش هست. خیلیا از این که این اتفاق میفته میترسن. چرا؟ چون میگن خب این چیزی که داره وارد جو میشه کجا میفته، اصلا کجا میره. این میشه فرق شهاب با شهاب سنگ. خیلی به اشتباه بهش میگن شهاب سنگ. شهاب سنگ چیزیه که از جو عبور میکنه، وارد زمین میشه و خب یه جایی هم میفته که میشه بعد اون سنگو پیداش کرد. ولی در واقع این اتفاقی که میفته اینه که این سنگ‌ها و این گرد و غبارا میسوزن و تو فقط شاهد سوختنشونی، اصلا از جو عبور نمیکنن. این سری توی 21 تا و 22 مرداد، یعنی در واقع زمانی که این طول خورشید نزدیکه، از 21 به 22 مرداد که میخوایم بریم، با چشم غیر مسلح فقط کافیه که از شهر دور می بودید و اون آلودگی نوری وجود نداشت، میتونستید این نورای کوچیک کوچیک رو ببینید و ازش لذت ببرید. چیزی که برای من این داستان خیلی جذاب میکنه اینه که همه ما شاید بارها شده توی زندگیمون به این فکر کردیم که کاش میشد چند سال قبل رو ببینیم، کاش میشد برگردیم به چند قرن پیش، دوره‌های مختلف، و همیشه تهش به این فکر میکنیم که مگه میشه اصلا گذشته رو دید یا به گذشته برگشت. ولی کیهان و کهکشان دقیقاً عکس این چیز رو به ما ثابت میکنه، اینکه تو میتونی گذشته رو نگاه بکنی، حتی اگر همین الان چند صد کیلومتر از زمین فاصله بگیری و به زمین نگاه بکنی، میتونی گذشتهش رو ببینی و این خیلی چیز جذابیه که هر روز داره اتفاق میفته. زمانی که ماهو میبینی، زمانی که خورشید رو میبینی، اون نور کلی اتفاق براش افتاده تو داره به زمین میرسه و این اتفاقای کوچیک و بزرگی تو آسمون داره میفته، این ستاره هایی که داری بهشون نگاه میکنی، کلی داستان پشتشونه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تو ادامه میخوام براتون یه ویدیو کوتاه از این بارش توی 21 و 22 مرداد رو براتون بذارم. کلی دوستتون دارم.
میکنم.